اول کلمه تعطیل در لغت از کلمه عطل گرفته شده. عطاله. ما و شما اگر فکرتان باشه خود کلمه عطله که است به معنای خالی نمودن یا فارغ نمودن یا ترک کردن. مثلا ما و شما روزهای رخصتی را در ادبیات چی میگن؟ میگن ایام تعطیل. روزهای چی میگن؟ تعطیل. ایمانا که امروز کار چی است؟ معطل است. امروز کار ما چی کردیم؟ خدا از کار فارغ ساختیم و کار را ترک کردیم و هر کس مثلا میره کارهای دیگر رو میکنه. از این خاطر تعطیل میگن. و عرب ها کلمه تعطیل استعمال میکنن. مثلا میگن که عطلت المرأه. وقتی که میگن عطلت المرأه چی معنا میته؟ وقتی که همین خانم قار شده باشه و چیزی که زیوراتی گپاس کلشه کشیده و همون تو پیش شوهر خود بدون همه چیز آمده. اینال اگر یک خانم زیورات خود استعمال نمیکنه، زیور نداره، اینو چی میگن؟ اینو میگن عطلت المرأه. وقتی که زیورات و لباسهای زینتی نپوشه. و در قرآن آیت شریف آمده که و بئر معطله. بئر معطله چی نمیگن؟ امو یک چای بود که متروکه، ترک شده بود. بسیاری وقتا در فارسی با شما استعمال میکنیم قریه متروکه یا چای متروکه یا یک منطقه متروکه که سابق مردم از او چای استفاده میکردن، باز او را به خاطر از اینکه یا آبش خراب است یا خشک شده او چای را چی کردن؟ ترک کردن که قابل استفاده نیست. یا مثلا یک قریه هست در یک جای قریه سابق بود، حالا فعلا مردم یک ذره پیسه دار شدن و قریه خراب بود، حالا این طرفای خوب بر خود خانه‌های لوکس جور کردن. او خانه‌های قدیمی را هم احیا کردن، باز میگن چی است؟ میگه قریه چی است؟ متروکه هست، اونجا نمیرن. پس کلمه معطله در قرآن هم اون کلمه معطله از همین کلمه عطله گرفته شده که به معنای ترک و فارغ شدن و رها کردن است. اما در تعطیلی که ما شما در اصطلاح عقیده اسلامی میخوانیم او چی است؟ انکار آنچه که الله سبحانه و تعالی به خود نسبت داده است. مثلا الله سبحانه و تعالی ذات است که قادر است، ذات است که خودش اختیار داره، ذات است که هر چیزی که بخواه ما سوال میشیم او رو که سوال کردن نمیتونه. پس چیزی که برای خود نسبت داده ما او رو قبول میکنیم. این حالا اگر یک نفر میخیزه این مسئله عقل خود در کار میپرده و فلسفه در کار میپرده که والا اینی صفته که من نمیگم و ایره ما ترک میکنم و ما کلمه مثلا ید مثلا استعمال شده ید الله، بسیاری کسا میگن نه والا ما کلمه ید اگر بگوییم باز اینجا خود تشبیه می، از این خاطر ما ید نمیگیم، دست نمیگیم برای الله سبحانه و تعالی. چی میگیم؟ ما این کلمه ید بیخی معنایش تغییر میتن، میگه این معنایی که به معنای ید است ایره بیخی معطل قرار میتیم، ایره ما نمیگیریم، عوضش ید به معنای قدرت یا به معنای دیگه ترجمه میکنن. اینمی قسم وجه هره، اینمی قسم قدمه. این بسیار چیز است. امی علت است امی تعطیل صفات که است که یک فرقی اعتقادی خطرناک که او حتی مؤمن گفته نمیشه به نام معطله یک فرقه پیدا شده که یا چی میکنن؟ صفات الله سبحانه و تعالی را معطل قرار میدن.